بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستم که بار دیگر با یکی دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. بیننده های عزیز و گرامی، روزهای گذشته تجلیل از روزی پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف و در ولایات مختلف افغانستان صورت گرفت. انقلاب ایران چگونه یک انقلابی بود؟ رهبریت این انقلاب به دست کی بود؟ و رهبر انقلاب به جمهوری اسلامی دارای چه اعتقادات، برابر است که اعتقادات دینی باشد و یا مذهبی و سیاسی؟ و نقش و آثار این انقلاب در ایران و در منطقه به شکل عموم و خصوصا در افغانستان چگونه بود؟ چرا ملت مسلمان و متدین افغانستان که بیش از 90% ملت افغانستان را اهل سنت و الجماعت تشکیل می‌دهند، برای پیروزی چنین انقلاب خون آشام تجلیل می‌گیرند؟ پشت این تجلیل ها چه اهدافی هست؟ برای دانستن بیشتر روی این موضوعات مهمان همیشگی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، کارشناس علوم اسلامی را در استودیو با خود دارم که من در قدم نخست از جانب خودم و از جانب شما خدمت جناب مولانا سلام عرض می کنم. تشکر. من هم خدمت جناب استاد رحیمی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا انصاری، قسمی که من اشاره کردم البته در 22 همین ماه در ولایات مختلف افغانستان جشن و تجلیل از روزی پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی در ولایات مختلف افغانستان، در کابل، در هرات، در بلخ و دیگر ولایات کشور تجلیل به عمل آمد. و میشه شما در ابتدا برای ما در مورد این انقلاب چیزی بگویید که این انقلاب چطور یک انقلابی بود و رهبری این انقلاب به دست کی بود؟ کی رهبری میکرد این انقلاب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قبل از این که جناب استاد رحیمی صاحب بزرگوار ما پاسخ به سوال شما موضوعات اشاره کنم، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی این موضوع به سمع عزیزان میرسانم که هدف از این برنامه
که پیرامون تجلیل از انقلاب ایران در افغانستان به خاطر اینکه شخصی که رهبری انقلاب رو به دوش داشته و انقلاب ایران چی دستاوردهای مثبت یا منفی داشته، اصل هدف و برنامه و موضوع ما این نیست. اصل و هدف و یعنی موضوع اصلی و اساسی این برنامه بیان عقیده هست که امروز در افغانستان خیلی از مسلمان ها فکر میکنن که انقلابی که در ایران صورت گرفته شاید همه عظمت و یا شکوه و یا بالاخره آزادی را در منطقه به ارمغان آورده است. شاید فکر بسیاری از افغان ها چنین باشه، و یا اینکه کسی که رهبری این انقلاب را به دوش داشته خیلی از عزیزان اهل سنت شاید نشناسن. خود بنده تا چند سال قبل در این راستا معلومات کافی نداشتم، اما وقتی آدم با کتب رهبر انقلاب روبرو میشه، برخوردی که رهبر انقلاب با صحابه داره، با مادر مؤمنین داره، بیانات نسبت به خدا و پیامبر داره، وقت انسان متوجه میشه که باید که به خاطر اصلاح عقیده و به خاطر متوجه ساختن امت اسلامی عزیزان آگاهی باید داد. انقلاب ایران تعلق به خود ایرانی ها دارد. رهبر انقلاب تعلق به خود ایرانی ها و بالاخص برای شیعیان هست. ربط و ارتباطی به افغانستان از لحاظ دینی، مذهبی، از لحاظ سیاسی هیچ ربطی نداره. پس هدف اصلی و اساسی این برنامه اینه که باید که اهل سنت و جماعت واقف بشن، اهل سنت و جماعت بدانن چی کسی به خود دوست میگیرن و از چی کسی تجلیل میکنن و برخورد او نسبت به اعتقادات و باورهای اهل سنت و جماعت چگونه هست. پس هدف اصلی و اساسی این برنامه آگاهی اهل سنت و جماعت هست. مسئله ولا و برا، تولا و تبرا، باید این مسائل مطرح بشه که حب که ما نسبت به دیگران داریم و بغضی که نسبت به دیگران داریم باید سرمنشأ از ایمان و اسلام و قرآن داشته باشد، نه از روی هوا و هوس و قوم و نژاد و منطقه و اینها. برای مسلمان چیزی که ارزش داره عقیده صحیح، عقیده سالم، عقیده درست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه دعوت کردن و 10 سال در مدینه منوره، یعنی 23 سال دوران نبوت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، غزوات مختلفی که با مشرکین، جنگهای مختلفی که با مشرکین صورت گرفت. مشرکین کسانی نبودن که منکر از الله سبحانه و تعالی، مشرکین الله را می شناختن، مشرکین به الله اعتقاد داشتن، توحید ربوبیت را خیلی خوب باور داشتن. مشکلی که مشرکین داشتن توحید الوهیت نداشتن، توحید در اسماء و صفات را مشکل داشتن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم با ابو جهل جنگید، با ابو لهب جنگید. به خاطر چی؟ به خاطر چی بود؟ ابو جهل منکر خدا نبود، ابو لهب منکر خدا نبود، اینها منکر نبودن، خوب میدانستن. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. پس در این راستا وقتی از مشرکین هم پرسان کنید، اینها وقتی پرسان کنید که تدبیر کننده زمین و آسمان و خالق ارض و سما، رازق، روزی دهنده کیست؟ فسیقولون الله. هر آینه میگن که الله هست. مشرکین در مکه مکرمه
کعبه را طواف میکردن، مراسم عبادی داشتن، الله را پرستش میکردن، ولی در کنار الله الههای دیگری را آورده بودن، به خداوند شریک ساختن. حتی قولشان این بود که ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمی کنیم، لات و عزا و منات و هبل را عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، و وسیله اینها ما تقرب می جوییم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده شد، به 23 سال نبوت، 13 سال دعوت و تبلیغ و ارشاد، 10 سال در مدینه با اونها غزوات مختلفی از بدر و احد و احزاب و اینها، بینی مشرکین رو به خاک و خون مالید. به خاطر چی؟ به خاطر اصلاح عقیده، به خاطر اصلاح عقیده، تا عقیده امت اسلامی اصلاح بشه. جنگ عقیدتی بود، به خاطر منطقه نبود، به خاطر قدرت نبود، به خاطر چوکی نبود. وقتی در بدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حرکت میکنه و وقتی با مشرکین میجنگه، وقتی با احد، در احد دندان رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید میشه و رخسار مبارک خونالود میشه و جیگر حمزه از تنش بیرون میایه و حمزه مسلح میشه. به خاطر چی؟ 70 صحابه شهید میشه. به خاطر چی؟ همه اینها به خاطر عقیده بود. پس برنامه امشب ما هم اصل و اساس این برنامه به خاطر آگاهی امت اسلامی، به خاطر آگاهی اهل سنت و جماعت، خصوصا ملت افغانستان که امروز فریب حرفهای منافق صفتان را بعضی خوردن و متوجه این قضیه نیان که دشمن چی توهینهای داره به صحابه و به پیامبر و به ازواج مطهرات توهین میکنه. باز هم ما در کنار اونها بنشینیم و در کنار اونها حرف بزنیم و از اینها. هدف اصلی برنامه این هست که در ابتدا من به طور خلاصه و فشرده هدف اصلی و اساسی برنامه را اشاره کردم. ببخشید جناب. تشکر جناب مولانا انصاری از این توضیحاتی که در مورد هدف برنامه البته داشتین. خوب شد که بیننده های عزیز ما متوجه شوند. هدف ما البته تعرض یا هجوم بالای شخص یا ملت یا دولتی نیست، فقط بیدار ساختن فرزندان اهل سنت است که دوست را از دشمن تمیز بکنن و تفریق بکنن و بشناسن. سوال من البته در ارتباط با این بود که در ابتدا اگر شما در مورد انقلاب به جمهوری اسلامی توضیح برای بیننده های عزیز ما اگر بودین که انقلاب چی طور یک انقلابی بود و رهبری این انقلاب به دست کی بود؟ اگر بخواهیم ما پیرامون انقلاب ایران صحبت بکنیم، بله، حقیقتا ما فکر میکنم که ما مداخله کردیم به حرفهای دیگران، به موضوعات دیگران، طوری که ما هدف از برنامه ما اینه که چرا دیگران به مسائل ما مداخلت میکنن و ما هم نمیخوایم در این قضیه ما مداخله داشته باشیم که انقلاب ایران چی بود، چه کار کرد. ولی برای آگاهی اهل سنت و جماعت، وقتی که در تاریخ نگاه بکنیم 36 سال قبل که میشه 1357 در 22 دلو، خب روزی که انقلاب میشه در ایران، یعنی از حکومت از شاهی تبدیل میشه به جمهوری و بالاخره اشخاصی بودن که رهبری این انقلاب به دست بگیرن، ولی به اتفاق آرا برای موقتا چند روزی گفتن فلانی بیای رهبر بشه تا سرنوشت مملکت. وقتی فلان شخص آمد و رهبر شد و رهبری به دست گرفت و بالاخره تا به امروزه هم میبینیم بقایای او سر قدرت هست. کی بوده؟ به طور خلاصه و فشرده آیت الله روح الله موسوی خمینی، فرزند سید احمد موسوی که اصل هندی، یعنی هندی الاصل، یعنی بابا و اجدادش از هند بودن. خمینی یعنی پدر بزرگش از هند بوده
و هجرت میکنه. پدر بزرگش میاد در خمین ایران که یکی از شهرهای ایران هست، در اونجا زندگی میکنه و خمینی در اونجا به دنیا میآید و بالاخره بزرگ میشه یعنی اجداد آقای خمینی. و خود روح الله موسوی خمینی میشه از مراجع تقلید تشیع، یعنی جز مراجع بوده و تشیع از او تقلید میکردن و به حرفای از او گوش میکردن. الان هم کتبی که داره، تالیفاتی که داره، اشخاصی که از او تقلید میکنن و سرانجام به طور خلاصه و فشرده شد رهبر انقلاب ایران. اما به این قضیه ما کار نداریم که از او چرا تقلید میشه، چرا رهبر شد. کشوری بوده، انقلاب کرده و به هر طریقی و به هر سمت و سویی که انقلاب برده و بالاخره فقط به طور خلاصه و فشرده رهبر این انقلاب آقای خمینی، فرزند سید احمد موسوی و هندی الاصل و از جمله رهبران و یا مراجع تقلید تشیع و رهبر انقلاب ایران. بسیار خوب جناب مولانا انصاری، البته قسمی که شما اشاره کردین ما زیادتر روی انقلاب و اهداف انقلاب نمی پیچیم، چون ربطی به موضوع و ربطی به افغانستان البته نداره. اما چون مداخلات های دولتی که از این انقلاب بجا ماند مداخلات های گوناگونی در کشورهای مختلف و خصوصا در افغانستان داشته، پس ما میخواهیم که چهره اصلی انقلاب و انقلابگراها را برای جوانان اهل سنت، برای ملت اهل سنت به شکل عموم و برای اهل سنت افغانستان به شکل خاص البته توضیح داده باشیم. خب قسمی که شما اشاره کردین، روح الله موسوی خمینی هندی الاصل که اصلی البته از هند بوده و یکی از اجدادی از هند به خمینی ایران گفتین هجرت کرده و روح الله خمینی در آنجا به دنیا آمده و بعداً از یکی از بزرگترین مراجع تقلید اهل تشیع قرار گرفته. بسیار خوب، چون این رهبریت انقلاب به دست داشت، پس بجاست که ما گرایش های اعتقادی، دینی و مذهبی و سیاسی شخص را بدانیم که دارای چه اعتقاداتی بوده و دارای چه مذهب و افکاری بوده این انسان. باز هم من یک اشاره مختصری به این موضوع قبل از اینکه من اعتقادات و باورهای آقای خمینی رو من بیان کنم، این موضوع اشاره میکنم که اگر در افغانستان از این انقلاب و از این شخص تجلیل نمیشد ما به این مسائل کار نداشتیم. ولی امروز این که اهل تشیع خمینی به چی مقامی میبینن کار خود نایه، به چی درجه میبینن کار خود نایه، اعمال خود نایه، بزرگ خود نایه. بالاخره خیلی شاید از بزرگان ما اهل تشیع قبول نداره، خیلی ها، نه یکی دوتا. حتی میبینیم که اهل تشیع بسیارینا همه ولی خواهر و برادر شیعه ما متهم نمی کنیم، بسیاری از اهل تشیع در کتب اینا که میبینیم خب وقتی توهین به صحابه بکنه، ابوبکری که ما او از جان خود بیشتر دوست داریم، عمر که او از جان خود بیشتر دوست داریم، عثمان و علی که از جان خود بیشتر دوست داریم، عایشه و فاطمه که اونها یعنی به اونها کوچکترین توهینی نشه و خنجر دشمن بیاید در سینه ما بخوره و توهین به او بزرگا نشه. بالکل. یعنی اونا ارزش اونها خیلی بالاتر از جان ما هست. ولی میبینیم که به حضرت عایشه توهین میکنن، به حضرت ابوبکر توهین میکنن. اما این که خمینی به نزد تشیع دارای چی جایگاه و مقامی، حتی میبینیم که میگن امام خمینی. اما یک اهل سنت باید متوجه باشه، یک سنی که میگه من اهل سنت و جماعتم، یعنی چی؟ یعنی سنی که پیرو ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر صحابه هست. سنی باید بفهمه. شاید خیلی از اهل سنت وقتی که ما میگیم امام ابو حنیفه رحمهم الله، امام شافعی رحمهم الله، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، امام مالک رحمه الله، حتی امام جعفر صادق رضی الله عنه، شاید به قطار همین اماما و بزرگان دین او احساس بکنه که امام خمینی
امام خمینی بله. خب شاید به نزد اهل تشیع قرب و منزلت امام خمینی هم ردیفی که اونها از امام جعفر صادق رضی الله عنه دارن، شاید احتمال داره که امام خمینی را به اون شکل امام برده تقدسیت بر اینا داشته باشه. بله. اما یک سنی، یک اهل سنت و جماعت، ما هیچ وقت خواهر و برادر شیعه خود به این متهم نمی کنیم چرا خمینی رو دوست دارن. اختیار خود دارن، فکر نایه، افکار نایه، مذهب نایه، روش نایه، خود اینا میدانن، به حشر جواب میدن، در دنیا جواب میدن، پیشگاه خدا و پیامبر خود اینا مسئولیت خود دارن. اما عقیده سنی تا عقیده شیعه مثل زمین تا به آسمان فرق. حتی بعضی از علما یا بعضی از انسانهای ناآگاه و بیخبر میگن که بین شیعه و سنی اختلافات فرعیه، جزئیه. خیر، چنین نیست. بین شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی جزئیه و در فروعاته. اما بین مذهب شیعه و مذهب سنی ما در اصول اختلاف داریم، در فروعات اختلاف، کاش که اختلاف در فروعات میاد. پس بناهن وقتی ما از آقای خمینی موضوعی میگیم و از کتب از اون مسئله مطرح میکنیم، این ارتباط به اهل سنت و جماعت داره. سنی ما باید واقف بشه. از طریق رسانه ها میبینه که دیروز یا 3 روز قبل تجلیل از انقلاب ایران شد، تجلیل از آقای خمینی شد، عکس های آقای خمینی در و دیوار زده شد. خب این در ذهن و فکر و مفکوری طفل و یا جوان و یا نوجوان اهل سنت و جماعت نقش بسته میکنه که شاید این هم یکی از بزرگان اهل سنت و جماعت باشه، در حالتی که چنین نیست. من به طور خلاصه و فشرده برای بینندگان عزیز و گرامی فقط ارتباط به اعتقادات و باورهایی که آقای خمینی داشته که در کتب الان موجوده، کتبی که تالیف شده، تصنیف شده، کتبی که طبع شده، کتبی که خلاصه در مکتبه ها و در اینها موجود هست، به طور خلاصه و فشرده من بیان میکنم. اول اگر کشف الاسرار آقای خمینی شما ببینیم، در این کشف الاسرار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله توهین به خدا شده. حالا که در ادامه میگیم توهین به صحابه و توهین. کشف الاسرار صفحه 107، اگر دوستا دقت بکنن، کشف الاسرار صفحه 107، آقای خمینی میگه که ما خدای را پرستش میکنیم و میشناسیم که کارهایش بر اساس خرد پایدار و برخلاف گفته های عقل هیچ کاری نکنه. یعنی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله خدای بی خردی هم هست. پای اعتقادات و باورهای آقای خمینی بوده. ما با اعتقادات و باورهای کار ندارم، ولی این حرف از نظر اهل سنت و جماعت کفره. یک سنی، یک کسی که میگه من ابوبکر و عمر و عثمان و علی را دوست دارم، باید عقیده و باور خود بفهمه و بدانه. و بعد در ادامه میگه نه آن خدایی که بنای مرتفع از خدا پرستی و عدالت و دینداری بنا کنه و خود به خرابی آن بکوشد، که بعد بیان میشه که و یزید و معاویه و عثمان و از این قبیل چپاولچی های دیگر را ببینید. میگه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، میگه من خدایی که یزید و معاویه و عثمان سر قدرت بیاره، میگه ما چنین خدای نعوذ بالله ثم نعوذ بالله در اخیر بیان میکنه که ما چنین خدای را اصلا نمیپرستیم. حالا توهین به خدا شد در این قسمت. معاویه رضی الله عنه، کسی که کاتب وحی هست، کسی که خواهرش ام حبیبه جزء مادران مؤمنین هست و کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حتی قرآن، معاویه رضی الله عنه جزء اصحاب رسول الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن، از این اشخاص اظهار رضایت میکنه.
عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه. این حرفهای ما چنین نیه که خدای نخواسته ما خواهر و برادر شیعه خود را بیایم متهم بکنیم. بحث ما روی بحث خواهران و برادران شیعه نیست. بحث ما اینه که رهبر انقلاب چی تعلقی به امت اسلامی، چی تعلقی به اهل سنت و جماعت داره؟ تو سنی بیخبری که میری از کسی تجلیل میکنی و از انقلابش تجلیل میکنی، به خاطر چی؟ عثمان ذی‌النورین میگه یک چپاولگر بود، یک دزد بود. اگر کسی برای تو دزد بگه، برای برادر تو دزد بگه، برای خانواده تو چپاولگر بگه، تو چی برخوردی میکنی؟ این حرفهایی که من میزنم والله قسم سرچشمه از عقیده میگیره، نه از روی اهداف شخصی، نه از روی عقده، نه از روی بالاخره این و اون. آقای خمینی تعلق داره به ایران، آقای خمینی تعلق بالاخره برای، من مطمئنم که تمام اهل تشیع آقای خمینی شاید قبول نداشته باشه، شاید هم قبول داشته باشه، اما میمونه کسی که اهل سنت و جماعت هست. اهل سنت و جماعت یعنی چی؟ یعنی پیرو ابوبکر و عمر و عثمان، پیرو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. در جای دیگری که به طور خلاصه و فشرده در کشف الاسرار آقای خمینی صفحه 107 که رهبر انقلاب هست، حضرت معاویه و حضرت عثمان ذی‌النورین، عثمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو جگرگوشه خود را به عقد نکاح، وقتی سمیر به او میده از دنیا میره، ام کلثوم میده، بعد رسول معظم اسلام میفرمایند کاش که من دختر سومی، دختر دیگری میداشتم، اگر دختر دیگری هم میداشتم به عقد نکاح عثمان در می آوردم. پیامبر نشناخت که عثمان چپاولگره، دختر داد. مرحله دوم پیامبر نشناخت که عثمان دزده، نعوذ بالله، دختر داد. به مرحله سوم هم نفهمید پیامبر. این همه توهین به پیامبره. پیامبر نشناخت که این شخص دزد، راهزن، چپاول، چور و چپاول میکنه، دو دختر داد و بعد گفت که اگر دختر سومی هم میداشتم برای عثمان میدادم. این حرفهای جناب آقای رهبر انقلاب هست. دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم که در عقد حضرت عثمان در آمدن، رقیه و ام کلثوم، رقیه و ام کلثوم، سمیه شده است، رقیه و ام کلثوم، جزاکم الله خیرا. همچنین وقتی که نگاه میکنیم در کتاب الحکمة الاسلامی، کتاب آقای رهبر انقلاب، همین حرف ها گفتیم که ارتباط میگیره به خود باورها و اعتقادات آقای خمینی، اما این هدف از این که اهل سنت و جماعت متوجه بشه. در این کتاب میگه بسیار نکته عجیبیه، سبحان الله. به برتری فاطمه الزهرا، مقام حضرت فاطمه الزهرا چی میگه؟ میگه برتری فاطمه الزهرا بر پیامبر بزرگوار اسلام برتری داره. فاطمه الزهرا وقتی میگه برتری داره، بلکه تمام امامان بزرگوار اهل بیت رحمهم الله را از تمامی انبیا و ملائکه برتری میدانه. یعنی امامانی که ارتباط به اهل بیت که هستن، این امامان مقامشان، فضائلشان بالاتر از تمام انبیا هست، چون مقام امامت در اینها مقام نبوت بالاتر میدانه. خب فاطمه الزهرا جیگرگوشه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما تمام فضائلی که برای فاطمه الزهرا داریم به خاطری که دختر پیامبر هست، به خاطری که ارتباط میگیره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطری که رسول الله فضائل برای فاطمه الزهرا بیان کردن. خب این بحث در کجا میایه؟ در کتاب الحکمة الاسلامی از آقای خمینی هست. ببخشید جناب مولانا، ما همینجا به اجازه شما از همکارای
تکنیکی هم در اتاق فرمان میخواهم که صفحه لپتاپ مرا نشان بدن تا بیننده های عزیز صفحه کتابم ببینن که چیزهایی که ما میگیم البته از کتاب‌های خود آقای خمینی است. چیز واضح و مسلم است. وقتی که کتاب دوستا تصویر نشان بدن حکمت الاسلامیه، بله. در این کتاب میاره که از ضروریات مذهب ما این هست که امامان ما مقام و درجه دارن که هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی به آن درجه و مقام نرسیده است. بله. دوستا دقت کنن در این عبارت که امامان به مقام رسیدن و درجه رسیدن که هیچ فرشته مقرب یعنی جبرائیل و میکائیل و هیچ پیامبر مرسلی، وقتی میگه هیچ پیامبری یعنی چی؟ یعنی امامان مقام اینا از مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، از مقام سایر انبیاء علیهم السلام درجه اینا بالاتر بوده. خب این عقیده آقای خمینیه. ما بحث نداریم سر که چرا چنین عقیده داره. خودی داره چنین عقیده‌ای بوده که اگر تا آخر عمر داره این عقیده از دنیا رفته باشه، از نظر اهل سنت و جماعت وضعیتی وخیمه. این که از نظر خود اینا چی داره، مقامی داره در آخرت در دنیا، او بحث ارتباط به خود اینا داره. ولی یک سنی، یک اهل سنت و جماعت باید که این مسائل رو بفهمه، باید بدانه. و همچنین در کتاب کشف الاسرار باز هم در صفحه 130 در اونجی بیان میکنه که سبحان الله، میگه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم از این که امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر نکرد، به خاطر چی؟ چرا ذکر نکرد؟ نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، از نظر اهل سنت و جماعت خیلی جمله خطرناکیه. به خاطری که میترسید که مبادا پس از خودش قرآن را دست بزنن یا اختلاف بین مسلمان ها. چرا در قرآن میگه اسامی اماما با اسم و رسم ذکر نشده؟ به خاطری که بعد از او قرآن را پاک میکردن یا اختلاف مینداختن و بلا اختلاف میکردن. به این واسطه پیامبر ذکر نکرد. میگه پیامبر میترسید. پیامبر از چی میترسید؟ پیامبر از ابو جهل و ابو لهب و از سران مشرکین و از این یک نترسید. پیامبر از کی میترسید؟ پس خیلی نکته مهمیه. میگه پیامبر میترسید. خب این تعلق به خود آقای خمینی داره. و همچنین مسائل در این راستا زیاد هست که وقتی که از همه تکان دهنده تر، اگر ما و شما کتاب چی رو ببینیم، خیلی تکان دهنده جناب استاد رحیمی است. وقتی یک سنی، یک اهل سنت و جماعت از او پرسان کنیم که با ام المؤمنین عایشه چی ربطی داری؟ چی ارتباط داری؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه کی بود؟ و دارای چی مقامی بود؟ چی منزلتی بود؟ من قبل از اینکه این کتاب برای بینندگان بیان کنم که کتاب الطهاره هست، این رو میگم برای تو سنی، میگم برای تو اهل سنت و جماعت، میگم برای تو کسی که دکتری، طبیبی، انجینری، راهروی، راهگذری، زنی، مردی، تو کسی که میگی من سنی هستم، اهل سنت و جماعت هستم، اگر کسی بیایه به مادر تو توهین بکنه، از او تجلیل میکنی؟ از انقلابش تجلیل میکنی؟ ما نباید در دنیا این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. انسان باید در دنیا به خاطر خدا زندگی کنه. یک زمانی موسی علیه السلام با فرعون در یک عصر زندگی میکردن. حضرت موسی با فرعون مبارزه کرد، هر دو رفتن. سرنوشت فرعون چی شد؟ سرنوشت حضرت موسی.
هر دو در آخرت واضح و مشخص هست. اگر نگاه کنیم وضعیت و مشکلاتی که سر حضرت عیسی علیه السلام آمد، اگر نگاه کنیم مشکلاتی که سر نبی کریم صلی الله علیه و سلم آمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دین الله خیلی رنج بردن، خیلی مشکلات رو تحمل کردن. اگر تو بخوای امروز تو مسلمان آرام به خانه خود بنشینی، کافر هم از تو راضی باشه، منافق هم از تو راضی باشه، مسلمان هم از تو راضی باشه، خیلی عواقب خطرناکه. اگر وقتی نگاه میکنیم مطالعه میکنیم امام ابو حنیفه رحمه الله میفته داخل زندان، حتی بعضی از اقوال میاره که امام ابو حنیفه زیر شلاقه های حکمت وقت از دنیا میره. امام احمد ابن حنبل رحمهم الله به خاطر دین الله سبحانه و تعالی، به خاطر عقیده خود به کوچه ها کشانده میشه. صحابه هر کدام میبینیم، سیدنا ابوبکر صدیق به خاطر عقیده چنان بر صورتش مشرکین میکوبن که بیهوش میشه. امروز ما هم میفهمیم هر کلمه حرف شاید صدها دشمن به وجود بیایه، ولی افتخاره که انسان به خاطر عقیده خود، به خاطر دین خود، به خاطر باورها و به خاطر قرآن، به خاطر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، به خاطر دفاع از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، انسان یک جان کو چیزی نیه. کاش که انسان 100 جان داشته باشه، بالاتر از 100 جان داشته باشه که هر یک را بر طبق اخلاص بگذاره و تقدیم دین الله سبحانه و تعالی بکنه و در حشر انسان حاضر بشه که با بدن خونالود تو را چی شده؟ تو را به خاطر چی شهید کردن؟ من به خاطر دفاع از عقیده خود، به خاطر دفاع از ناموس پیامبر، به خاطر دفاع از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. رهبر انقلاب در کتاب الطهاره، این کتاب الطهاره هست، از کی هست؟ اگر خوب دوستا دقت بکنن، کتاب الطهاره از آقای امام خمینی. در این کتاب حرف بیان میشه که باور کنیم به خاطر این که بیان هست، به خاطر بیدار شدن تو سنی که در خواب رفتی، به خاطر تو، به خاطر این که تو از خواب بیدار بشی، مجبورم که این حرف را به زبان بیارم، مگر والله قسم به زبان یک مسلمانی حرف نمی آید. ببینید در این کتاب چی میگه. بر اثر شدت بغض نسبت به همسران و یاران پیامبر بزرگوار اسلام، مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها و محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی میگه؟ خوب دقت بکن، جاهایی که در کتاب نشانی شده دقت بکن که چی نوشته هست. میگه عایشه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نجستر از سگها و خوکها می باشه. عایشه را نجستر از سگها و خوکها می دانه و بعد بیان میکنه که اینها مانند زبیر و طلحه و معاویه که این صحابه بزرگوار و اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، بعد می افزایه که اینها هم کمتر از سگ و خوک نبودن. کتاب الطهاره بردارن دوستا ببینن. آره این اعتقادات با باورهای خود آقای خمینی بوده، ما به او کار نداریم، بحثم نداریم. وقتی ما گفتیم او شیعه بوده و ما اهل سنت و جماعت هستیم، بس تمام. اگر این حرف ها را سنی میزد ما حکمش را بیان میکردیم. الان ما کار نداریم، حکمی و چیه، چه کار کرده، چی گفته و در این قضیه. ولی تو سنی که اگر کسی بیاید دروازه خانه تو در بزنه و بگه مادر تو از سگ و از خوک پستره، چه کار میکنی؟ تجلیل میگیری از او، از انقلابش؟ پس در این راستا چرا امت اسلامی، چرا اهل سنت و جماعت بیدار نمیشن و متوجه نمیشن؟
صفحه کتاب اگر جناب مولانا برای بیننده ها بگویید. صفحه بزرگ کن همکار تکنیکی ما اتاق فرمان صفحه کتاب تا بیننده ها ببینن. صفحه 457 است. کتاب الطهاره صفحه 457. کتاب الطهاره صفحه 457. و همچنین حرفای دیگری که نسبت به سیدنا عمر رضی الله عنه که سیدنا عمر خلاصه بیان میکنه که این انسان یک انسانی بود که یک یاوه‌سرایی داشت، انسانی بود که خلاصه سیدنا عمر را یاوه‌سرا، بیهودگوی معرفی میکنه. به هر حال ما نمیخوام که از این بیشتر یه حرفا رو به زبان بیارم. یه حرفایی نیه که انسان بگه، حرفایی هم نیه که انسان بشنوه، ولی بعضی وقت انسان مجبور میشه که مسائل رو بیان بکنه. بعضی وقت انسان مجبور میشه تا اینکه جریانی رو بیان کنه که به خاطر آگاهی دیگران، به خاطر بیدار شدن تو سنی که سالها در خواب غفلت رفتی و تو را بالاخره با نامهای مختلف، با نام پیروزی، با نام بالاخره این و اون تو را فریب دادن و بازی دادن. این به طور خلاصه و فشرده مسئله اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی آقای خمینی بود. یک سوال دیگه ایجاد میشه جناب مولانا، اگر شما ایران برای بیننده های عزیز ما توضیح بودین بهتر خواهد شد. این مدارکی را که شما ذکر کردین و اقوال آقای خمینی را در ارتباط با خدا و پیامبر و اصحاب پیامبر حضرت عمر و خانم دوست داشتنی پیامبر و مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه را و دیگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند طلحه و زبیر و غیره را که نجستر گفتن از سگ و خوک میدانه. البته بعضی از بیننده ها شاید ایتو فکر رو بکنن که شما دارین با این حرف هایتان و با این چیزهایی که ذکر میکنین تفرقه میان اهل سنت و میان اهل تشیع ایجاد میکنین که از این فرصت میتونه دشمنان اسلام مثل یهود و نصارا استفاده بکنه. جناب استاد رحیمی صاحب، ما اشاره کردم که محبت و دوستی و بغض و دشمنی به خاطر الله سبحانه و تعالی هست. ولی ما وقتی که میگیم دشمن از این استفاده نکنه، بین شیعه و سنی اختلاف نیندازه، ما اول گفتیم که ما احترام خاصی به خواهر و برادر شیعه خود که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین نمی کنن و اعتقادات و باورهای نسبت به تحریف قرآن و نسبت به توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه ندارن. اونا برادر ما هست، خواهر ما هست. و براستی هم که اصلا بحث این موضوعات نیه که ما بیایم بین شیعه و سنی کی اختلاف ایجاد میکنه. بیایم ریشیابی بکنیم که انگیزه اختلاف از کجا پیدا میشه. پس میمونه نکته بعدی، از لحاظ ظاهری کسی بیایه به خانواده شما، به خانواده من، به خانواده یک دیگری و امثال توهین بکنه، بعد از اون ما بگیم به خاطر که اختلاف به وجود نیایه من سکوت میکنم، خیلی باشه هر روز بیایه فاش ناموسی بده و هر روز بیایه بالاخره توهین به شاگرد ما و توهین به ناموس ما و توهین بالاخره به خانواده ما داشته باشه. آیا چنین عقل همین حرکت رو میپذیره؟ من هرگز بارها و بارها ایر حتی نه از طریق تلویزیون و شبکه، از طریق منبر ایر موضوع گفتم. شیعه‌ای که به صحابه توهین کنه، شیعه‌ای که به اصحاب رسول الله توهین کنه، شیعه‌ای که به مادر مؤمنین ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره توهین کنه، شیعه‌ای که بیای انگشت انتقاد بر صحابه جلیل القدر بگذاره،
من هرگز با چنین شیعه‌ای، با چنین انسانی من اصلا دست دوستی ندارم، اصلا من هیچ محبتی ندارم. من چرا با یهود دشمنم؟ یهود به خاطری که چه کار کرده؟ چون عقیدی و با عقیدی ما برابر نیه. چرا با مسیحی دشمنم؟ به خاطری که عقیدی و با عقیدی ما درست نمیآیه. چرا میگیم مشرکین؟ چرا میگیم کفار؟ ما خدای نخواسته بحث ما بحث اینیه که شیعه، خیلی از عزیزان شیعه ما داریم که برادروار، خواهر و برادر در کنار برادران سنی خود زندگی میکنن و هر زمانی هم که بحث از سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی وقتی مطرح شده با احترام خاصی نام گرفتن. حضرت عمر، حتی بالاخره اگر حضرت عمر قائل نیان که حضرت ابوبکر خلیفه اول مسلمانای و قائل بر اینن که خلیفه اول سیدنا علیه، با اونا ما هیچ مشکلی نداریم. وقتی میای توهین، قضیه توهین میایه، یعنی هر انسان مسلمانی ذره ایمان داشته باشه، ذره ایمان داشته. ذره میفهمیم چه اندازه هست. ذره علما و بزرگا بیان کردن، حتی که وقتی میبینید در شعاع آفتاب یک ذرات پایین و بالا میره، اون ذره گفتن. حتی بعضی از مفسرین بیان کردن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، در تحت این آیه که یک دانه گندم 40,000 جاه بشه، 40,000 جا بشه، یعنی یک جایو با چشم دیده نمیشه مگر با دستگاه و با اینها دیده بشه. یک جا از او ذره هست. اگر کسی ذری ایمان در قلب داشته باشه، ذری ایمان در وجودش باشه و بشنوه که رهبر انقلاب گفته عایشه از سگ و خوک پستره در جلسه انقلاب از این میشینه، از چنین رهبر تجلیل میکنه، گفتم ذری ایمان داشته باشه. ما محبت ما، بغض ما به خاطر الله سبحانه و تعالی. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الایمان. ایمان این وقت کامل میشه، نه اینکه این مصلحته او مصلحته او مصلحته. چی مصلحته؟ وطن گرفتن، خاک گرفتن، به ناموس پیامبر توهین میکنن، به صحابه پیامبر توهین میکنن، جنایاتی که بالاخره امروز در دنیا صورت میگیره، همه اینها ببین دستاوردها و بالاخره در این. پس ما صحبت شما بود که کسی فکر کنه که ما شاید این حرف اختلاف بین شیعه و سنی، نه خیر. شیعه که توهین به صحابه نکنه، توهین به ازواج مطهرات نداشته باشه، شیعه‌ای که پیرو قرآن و اهل بیت رسول الله باشه، شیعه‌ای که در حقیقت پیرو امام جعفر صادق باشه، در حقیقت امام جعفر صادق رو دوست داشته باشه و از او پیروی کنه، در حقیقت پیرو علی ابن ابی طالب باشه، من دستش را میبوسم، او را به آغوش میگیرم. برادر من هست، نور چشم من هست. اما کسی که بیایه به نام شیعه یا به نام سنی، الحمدلله ما امروز در دنیا نداریم، اما سنی که بیایه به علی ابن ابی طالب، به خیر النساء اهل الجنه، به فاطمه الزهرا، به اهل بیت رسول الله توهین کنه، همین حکمی که من نسبت به شیعه میگم همین حکم نسبت به سنیه. اصلا برادر منی سنی که بیایه به اهل بیت رسول الله توهین کنه، بالاخره به سیدنا امام جعفر صادق توهین کنه، نعوذ بالله من ذلک، اصلا برادر منیه. چنین برادر من ندارم در دین و در اسلام و در قرآن. پس همه این حرفها به خاطر خدا هست، به خاطر عقیده صحیح و سالم هست. بارها و بارها گفتیم که شیعه و سنی وقتی میگیم فرق اسلامی، ما مسلمانیم. شیعه هم میگه من مسلمانم، سنی هم میگه من مسلمانم. قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن رو بگذاریم در وسط. الله سبحانه و تعالی میگه من از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر الصحابه من راضیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله میگه من از اینها راضیم. نعوذ بالله من ذلك. قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین، پیامبر برای شما اولاتر از جان شما.
با ارزشتر از جان شما. النبی اولی بالمؤمنین. ادامه چی میگه؟ من انفسهم و ازواجه امهاتهم. و ازواجه امهاتهم. ازواجه زنان پیامبر مادران مؤمنین هستند. عایشه زن پیامبر نبود؟ ناموس پیامبر نبود؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم لحظه ای که از دنیا میرن سر مبارک بر زانو و بر سینه ام المؤمنین عایشه گذاشته هست. آخرین لحظات خود را رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه سپری کردند. آخرین روزهای خود، آخرین ساعتها و ثانیه های خود. دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه هست. شیعه و سنی وقتی وارد مدینه منوره بشه، وقتی در مقابل حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه قرار بگیره، یادش نمیاد که این حجره ام المؤمنین عایشه هست. شیعه و سنی وقتی بیایی رسول الله سلام بکنی، مگر بیایی به دروازه خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه سلامی بزنی و دست به سینه استاده بشی و سلام بکنی، مگر گدای در خانه عایشه صدیقه بشی تا سلام تو به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن همه امهات المؤمنین من دوست دارم، عایشه از قلب دوست دارم. و صحابه میایه یا رسول الله چی کسی از همه بیشتر دوست داریم؟ میگن عایشه. میگه یا رسول الله منظور من از مردها بود، از مردها چی کسی را دوست داریم؟ میگن ابوها، پدر عایشه را بیشتر دوست دارم. یک مسلمان لحظه فکر بکنه، مسلمان فکر بکنه، چی شیعه چی سنی. خیلی به عجیب راهی میریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سال آمد کار کرد، 23 سال آمد کار کرد. به 23 سال دروازه وحی بر رویش باز بود. الله سبحانه و تعالی از آسمان بری وحی نازل می کرد. به 23 سال خسرش ابوبکر نعوذ بالله خراب، عمر خراب، عثمان دامادش خراب، ناموسش عایشه نعوذ بالله من ذالک انسان ناشایست، و صحابه پیامبر همه نعوذ بالله به استثناء 5 یا الی 6 نفر همه نعوذ بالله مرتد شدن. مگر پیامبر نتونست یک انقلاب مثل انقلاب حتی آقای خمینی هم ایجاد بکنه؟ یعنی سیاست آقای خمینی، درایت آقای خمینی، فکر آقای خمینی، علم آقای خمینی نعوذ بالله من ذالک از پیامبر هم بالاتر بود. لحظه فکر باید کرد. همه توهین به خدای، همه توهین به پیامبر، توهین به ازواج مطهرات هست. بلیاز خدا، بترسید از خدا، اتقوا الله، بترسید اشخاصی که به صحابه و ام المؤمنین و به اینها توهین میکنید. پس باز هم مجددا میگم شیعه و سنی که اعمالی و موافق به قرآن و سنت رسول الله و موافق به اهل بیت رسول الله است، علی الرأس و العین، نور چشم من هست، تاج سر من هست. شیعه و سنی که سر و کار به به اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله نداره، او برادر من هم نیست، او قرآن هم برادر من نگفته، به خاطری که انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر یک دیگرن، نه مشرکین. مشرک هیچ وقت برادر مؤمن نمیشه. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که عقیده خود، باورهای خود و بالاخره عقیده درست و صحیح و عقیده اسلامی داشته باشیم. آمین. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، واقعا توضیح خوبی دادید تا که بیننده های عزیزی ما فکر نکنند که شما دارین با این حرف هایتان وحدت و اتحاد اهل سنت و اهل تشیع را برهم میزنید. البته قسمی که شما گفتید انما المؤمنون اخوه، مؤمن ها برادر یکدیگرند، اما کسی که بیاید به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم و به یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم که قسمی که شما آیاتی را خواندین که خداوند از آنها اعلان رضایت و خوشنودی میکنه، بر آنها یورش ببرند و بالای آنها را نجستر از سگ و خوک بدانند، هیچگاه برادر ما نبوده و هیچگاه اتحاد و وحدت ما با آنها ممکن نیست. خب میشه شما اینجا در مورد دستاوردهای انقلاب
انقلابی را که آقای خمینی با افکاری که شما ذکر کردین در کتابهایش که در مورد خدا چه عقیده داشته و در مورد امام ها چه عقیده داشته که آنها را از ملائکه های مقرب و از انبیای الله متعال، از پیامبران، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز بالاتر می‌دانستند و کسی که مادر مؤمنان و حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها را نجستر و پلیدتر از سگ و خوک بدانه، انقلاب ای آدم چه تأثیرهایی خواهد داشت، چه دستاوردهایی خواهد داشت از صحبت‌های گذشته. البته واضح است انسانی که دارای چنین مفکوره، دارای چنین عقاید و دارای چنین افکار باشه، نتایج انقلابی او چی بوده میتونه؟ شما اگر توضیحاتی در این مورد اگر بتونید که دستاوردهای انقلاب در ایران خصوصا، البته روی او صحبت بیشتر نخواهیم کرد چون نیازی نیست، دستاوردهای انقلاب ایران در منطقه و خصوصا در کشور عزیزم افغانستان چی بوده؟ شما ببینیم وقتی که انقلاب ایران میگیم، انقلاب ایران دستاوردهایی که وقتی رهبر انقلاب ایجاد میشه، سر کار میآیه، سر قدرت میآیه، این که چی دستاوردهای در داخل ایران داشته بیشتر اشاره کردیم که با ما هیچ ربط و ارتباطی نداره. مثلا رهبر انقلاب در ابتدا گفت که آب باید مجانی بشه، برق باید مجانی بشه و شمار به حتی اشاره کرد که شما را باید به درجه رفیع انسانیت میرسانیم، فقر باید زدوده بشه، باید وحدت بین مذاهب مختلف، اقشار مختلف و بالاخره همه حق زندگی دارن. به این مسائل ما کار نداریم که برق مجانی شده یا نشده یا آب مجانی شده یا نشده، این تعلق به خود عزیزان ایرانی ما داره. بالکل. برای خواهر و برادری که در ایران زندگی میکنن ارتباط به خود نداره که آیا دستاوردهای انقلاب تحقق یافته، آیا حرفها تحقق یافته یا نیافته. بالکل. از این که گفته شده که باید همه با عدالت زندگی کنن، امروز در ایران مثلا وقتی که میبینیم تهران میگن ام القرا، برای از او لقب ام القرائیر میدن. در تهران بیش از شاید 200 کلیسا و کنیسا و اینها باشه که یهودی ها به خود عبادت میکنن آزاد و بالاخره مجوسی ها، آتش پرستا و بالاخره زرتشت، این هر کدوم مراسم عبادی خود دارن. به این که اهل سنت و جماعت در تهران چرا مسجد نداره، باز هم به این خیلی بحث نمی کنیم. آیا وحدت ایجاد شده یا نشده، این مسائل داخلی هست. یعنی اهل سنت و جماعت در تهران آیا نماز جمعه خور میتونن بخوانن، آیا مسجد دارن، آیا صدای اذان الله اکبر، اذانه که اهل سنت و جماعت موافق به کتاب الله و سنت رسول، آیا او صوت و او صدا در تهران بلند میشه یا نمیشه؟ این هم تعلق به خود ایران و ایرانی ها داره که این حرف ها چقدر به صداقت، به چوکی صداقت نشسته و چقدر بالاخره عملی شده و چقدر نشده. اما دستاوردهای خارجی، وقتی که ما میگیم دستاوردهای انقلاب، دستاوردهای انقلاب، مشکلاتی که امروز در سوریه میبینیم، چی دستای داخله؟ با سند و اسناد و با شواهد، یعنی نیروهای انقلابی بگم به صفوف بشار اسد در کنار جنایتکار و ای وحشی صفت که ملت سوریه رو به خاک و خون کشید دیده شده. دست انقلاب ایران که از جمله نتایج و ثمراتی و در سوریه داخل شد، بیش از 1 میلیون مسلمان کشته و زخمی و آواره و بالاخره انهار. یک دستاورد، یک نتیجه. دعوا و جنجال و بالاخره مشکلاتی که امروز در عراق میبینیم، مشکلاتی که در بحرین میبینیم، مشکلاتی که در یمن میبینیم، اینها رو تحقیق کنیم و ریشه یابی کنیم که دست انقلاب اسلامی از ایران بیرون شده، رفته بالاخره در این کشورها. حتی اختلافاتی که بین شیعه و سنی در این کشورها دامن خورده.
به خاطر که ما وقت و فرصت نیه. وقتی که ما از مراجع تقلید خیلی از کسانی که پایبند انقلاب اسلامی هستن، وقتی ما بیاییم از کتبشان از کتب معتبرشان بیان کنیم که خیلی از اینها مال اهل سنت و به نام ناصیبی و به نام اینون جایز دانسته که قتل اونها، کشتار اونها و بالاخره حیف و میل و خلاصه به هر طریقی ضربه زدن وارد کردن به اهل سنت و جماعت به نام ناصیبی و به نام اینون، که وقت و فرصت برای ما نمیشه که او برنامه حتما در این وسایل حق بیشتر و بیشترتر توضیح داده شده. این دستاوردهایی که از انقلاب، مشکلات در سوریه، مشکلات در عراق، مشکلات در یمن، مشکلات در بحرین، حتی امروز میبینیم در افغانستان. ما در افغانستان چند سال قبل ما اصلا قضیه شیعه و سنی، اصلا یک شیعه نمیفهمید که سنی چیه، سنی نمیفهمید شیعه چیه، برادروار زندگی میکردیم. بالکل. و الان هم برادروار زندگی میکنیم. الان هم شیعه های اصلی افغانستان، اصل شیعهایی که پابند قانون و نظام افغانستان هستن، از جای دیگری ریشی اونها آب نمیخوره، برادروار زندگی میکنیم. تجارت، معامله، حتی بالاخره گفتگوی، رفت آمد در محافل و مجالس همدیگر شرکت کردن. شیعه‌ای که خاص شیعه افغانی و از جای ریشه آب نخوره. اما در این سالها مشکلات بین شیعه و سنی، چند سال قبل مشکلات عجیب و غریب بین شیعه و سنی در هرات ما، در حوزه غرب، در افغانستان، در بعضی شهرها دیگه، اینا که پیدا شد، اینا از کجا آبیاری میشه؟ وقتی یک کشور میایه به کشوری خدمت کنه یا خیانت، وقتی از ایران کتاب‌هایی که بر ضد صحابه باشه، توهین به صحابه باشه، وارد کشور بشه، این کشور در امن میمانه؟ شخص بیایه به داخل خانه من به مادر من توهین کنه، من او رو در کنار از او درست و آرام می نشینم؟ هرگز نمی نشینم. خب عقیده فوق همه چیز هست، فوق همه چیز. در افغانستان چند ساله؟ 30 ساله جنگ. اگر در ابتدا نگاه کنیم بینی انگلیسار که ملت افغانستان به خاک و خون مالید، به خاطر چی؟ به خاطر عقیده. اگر میبینیم که روسیه در افغانستان شکست خورد و میلیون ها انسان شهید و آواره و بالاخره معلول و معیوب و در اینها شدن، به خاطر چی؟ به خاطر عقیده. ببخشید جناب مولانا، اینجا یک سوال خلق میشه. البته ادعا را دارن کسایی که از انقلاب اسلامی تجلیل میکنن، از پیروزی انقلاب اسلامی. جهاد افغانستان در مقابل روسیه را شما ذکر کردین، در شکست دادن روسیه میگن جمهوری اسلامی کمک کرده مجاهدین افغانستان. چی کمک؟ از ابتدای جهاد افغانستان که افغانی مسکین هجرت کرده در ایران تا به الحال جز توهین، تمسخر، جز تحقیر دیگه هیچ چیزی نشده. همین الان مهاجرین افغانی که در ایران هستن، آیا برای اینا احترام گذاشته میشه؟ آیا برای اینا عزت میشه؟ آیا برای اینا حرمت میشه؟ من به زبانم نمیایه که القابی که برای افغانهای مسکین بیچاره در ایران داده میشه اونا رو به زبان بیارم. و همچنین ما با سند و اسناد و شواهد داریم که حتی خیلی از مجاهدین و مهاجرینی که در ایران بودن تسلیم حکومت کمونیستی وقت و زمان از طرف انقلاب ایران تحویل حکومت کمونیستی و اینها میشه. پس در این راستا در افغانستان ما یک کشور میآید در یک کشور ضربات جسمانی وارد میکنه، اشخاص رو میکشه، ویرانی شهر میشه، خانه و زندگی میشه. اما یک کشوری میآید او آمپول زهرآلود خود را بر افکار جوانها و نوجوانها و بر او ملت تسریق میکنه که عبارت از چیه؟ عبارت از ویرانی عقیده هست، تخریب عقیده هست. شاید قبل از این امشب برنامه ما شاید خیلی از عزیزان اهل سنت و جماعت آقای امام خمینی
به اصطلاح خود اینا که امام میگن شاید نمیشناختن. یقینا. در این راستا مثلا از کمک هایی که شما گفتیم، بله. از کمک هایی که گفتیم، امروز ایران میگه افغانستان اشغال شده. امی انقلابی که در افغانستان از او تجلیل میشه بله. میگه افغانستان اشغال شده. آمریکایی‌ها آمدن افغانستان رو اشغال کردن و امروزه هم بالاخره در تلاش اینه که ما کمک کنیم که ای از این حالت نجات پیدا بکنه و بالاخره مهربان باشیم. من قبل از این که توضیح بدم، قبل از این آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، یکی از دست نشاندهای انقلاب هست، بله. رئیس جمهور ایران بود. بله. قبل از اون آقای خاتمی رئیس جمهور بود. حالا برای عزیزا و بینندگان ما فقط امیر از زبان خود از اینا گوش کنن که افغانستان امروز انقلاب اسلامی میگه افغانستان اشغال شده. در اشغال افغانستان کی دست داشت؟ عزیزا امیر ببینن، بعد از اون من صحبت رو ادامه میدم. اگر دوستا امیر ببینن. همکاری ایران با شیطان بزرگ. طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها کسی دست داره؟ میگیم انقلاب ایران و تجلیل هم میشه و بعد میگن که افغانستان هم چرا اشغال شد؟ چی کسی دست داره؟ و این دست های پشت پرده‌ای که سالها در انقلاب ایران شعار داده شده مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیطان بزرگ، مرگ بر شیطان بزرگ. شیطان بزرگ همکاری میکنن. شکست طالبان میگه به نفع ایران هست و آقای احمدی نژاد هم میگه که در حضور اینا در افغانستان و در عراق برای از اینا همکاری شد از طرف ایران. بازم اینا متوجه نمیشن در این قضایا. پس این دستاوردهای انقلاب هست. مثلا در سال 1986 تقریبا 29 سال قبل از انقلاب ایران چند سال میشه؟ 36 سال. 29 سال یعنی 7 سال بعد از انقلاب، 7 سال بعد از انقلاب به ساک حاجی مسکین ایرانی هیچ خبر نداشت. در سال 1986 از ایران به ساکهای حجاج مسکین بیچاره بیخبر که اونها رو به زیر دار برد مواد انفجاری وارد حرمین شریفین میشه. این دستاورد انقلاب هست. وقتی که به حرمین شریفین رحم نشه مواد انفجاری، اینا حرفاییه که میتونن دوستا و عزیزا از طریق حال دیگه یوتیوب ببینن و بالاخره که در اون سال میخواستن چکار بکنن و چی هدف داشتن و در این راستا چکار میکردن. یعنی در عراق ناامنیه، در بحرین ناامنیه، مثلا دامن میخوره، در یمن، در افغانستان و در سوریه، حتی در حرمین شریفین هم دست انقلاب ایران میخواست داخل بشه که حرمین شریفین خداوند حفظ کرد. پس اینا همه دستاوردهایی که انقلاب در افغانستان هم امروز متاسفانه که تجلیل از چنین انقلابی و تجلیل از رهبر چنین انقلابی، این که در ایران تجلیل میشه و در ایران پیشتر اشاره کردم که خمینی رو ولو که بیخی به هر مقامی که میخوان برسانن ارتباط به خود اینا داره. بالکل. اما من سنی و تو کسی که میگی عایشه صدیق مادر من هست
و صحابه از جان خود بیشتر دوست دارید و عقیده داری که این عقیده تو بر این عقیده زندگی میکنی که این عقیده باید که امیدواری که 100% این عقیده برای تو فوز و فلاح و رستگاری در آخرت به وجود میاره، چیز واضح و مسلم است که باید عقیده خود را بفهمی، باید بدانی. اما برای تو این حرفها قابل نیه که بیایی از فلان کس، از فلان رهبر، از فلان انقلاب، از فلان اصلا ربط و ارتباطی. من در اینجا یک نکته جناب استاد رحیمی صاحب اشاره میکنم که امروز در افغانستان تجلیل از انقلاب ایران میشه. در ایران چند مرتبه تا به حال تجلیل از انقلاب افغانستان شده؟ یک. دوم، افغانستان هیچ رهبر نداشت، رهبر سیاسی، دینی، مذهبی نداشت. چی وقت یک روزی تجلیل از رهبران افغانستان، از خصوصا یک رهبر انتخاب بشه، از رهبران افغانستان تجلیل در ایران شده باشه؟ نکته دیگر این که وقتی نگاه میکنیم در افغانستان تجلیل از چنین انقلاب میشه، تجلیل از چنین رهبری میشه، به 22 دلو در افغانستان تجلیل میشه، به 23 دلو فردای ایران هم تجلیل کرد. میدانی تو سنی که در افغانستان زندگی میکنی 22 دلو از ایران و انقلاب ایران تجلیل کردی، فردای ایران هم تجلیل کرد از تو افغانی، از ملت افغانستان تجلیل کرد. فردایو بیش از 20 نفر از جوانان افغانی که به خاطر غربت و به خاطر فقر و به خاطر بیچارگی که وارد ایران می شدن، اونا این انقلاب به 23 دلو که فردایانه بیش از 20 نفر کشته و زخمی داره. یعنی 20 نفر میکشه. این تجلیل از افغان ها هست. یعنی دیروز دیگه، امروز 24 از دیروز 23 دل. فقط روز 22 دل در افغانستان تجلیله، 23 دل در نوار مرز افغانستان در سمت فراه ایران تجلیل میکنه. نمیفهمی غیرت تو مسلمان کجا هست، ایمان تو مسلمان کجا هست؟ این 20 نفری که در نوار مرز مثل چی بگم پرپر میشن، به خون خود غل میزنن، میغلطن، فامیل های اینها چی حال خواهد داشت؟ خانواده اینها چی حال خواهد داشت؟ و شبی که در تلویزیون ببینن و در رسانه بشنون که تجلیل از چنین انقلاب خوناشامه شده، چی احساسی خواهد داشت؟ ولی کار یک روز نیست، 2 روز نیست، هر هفته ما و شما شاهدیم. بعد که نگاه میکنیم رهبر انقلاب چی گفت؟ رهبر انقلاب شعارش یکی ای بود که اسلام مرزی نداره، اسلام مرزی نداره. کجاست این شعار؟ کجا هست این عمل به این قول که اسلام مرزی نداره؟ اینها کی بودن که کشته شدن؟ حتی BBC را بردارید و اخبار دیگر را نگاه کنید و ببینید که تا به حال کشته تا جنازه های اونها را هم به خانواده های تسلیم بده. سبحان الله، چقدر آزار، چقدر اذیت، چقدر تحقیر. پس تو مسلمان باید بیدار بشی، عقیده خود بفهمی، عقیده خود بدانی و بالاخره این مسائل متوجه بشی. تشکر جناب مولانا انصاری. شما گفتین که بعد از روز بعدیش انقلاب اسلامی هم تجلیل داشت. من فکر میکردم که شاید تجلیل واقعی باشه، اما فکر نمیکردم که تجلیل از نوع دیگر بوده که بیش از 20 فامیل افغانی را اینها به ماتم نشاندن. خب بیننده های عزیز و گرامی، میریم طرف یک میان برنامه. البته میان برنامه هم کلیپی از آماده کردن دوستا در مورد
دستاوردهای انقلاب اسلامی در افغانستان و همکاری آنها با شیطان بزرگ در آمدن به افغانستان. این کلیپ هم می‌بینیم و بعد از کلیپ انشاءالله در ادامه همین موضوع با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در خدمت شما خواهیم بود. گر به قومی ملحدین روز موعدت همکاری ایران با شیطان بزرگ. مذهب و ملت خیانت موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. یاری کفار زهر است ای مسلمان هوشدار، زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ایم. زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ایم. گر مسلمانی اخوت با مسلمانان بکن. طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. محسن امینزاده معاون وزیر خارجه ایران گفت در افغانستان به قول خود افغانها چیزی نبود که خراب بشه، قبلا همه چیزش خراب شده بود. امریکایی‌ها حمله می‌کردن، میگفتن حالا رفتن پناهگاهی رو پیدا کردن، مثلا در غارها حمله می‌کردن، یه بمب عجیب غریبی رو که میتونه یه کوه رو منهدم کنه شلیک می‌کردن، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. در یکی از این جلسات یکی از اعضای هیئت ایرانی نظامی بود و اون توضیح داده بود شرایط داخل افغانستان رو. He pounded the table and said, I've had enough of this. This is just nice talk, but we're not going to get anywhere if this bombing campaign doesn't succeed. نظرش این بود که امریکا اگر میخواد کاری بکنه باید با جبهه متحد یا با دوستان ایران همکاری کنه. And then he took out a map and he unfurled the map on the table and started to point to targets that the U.S. needed to focus on, particularly in the north. We took the map to CENTCOM, to the U.S. Central Command. And certainly that did become the U.S. military strategy. سران جمهوری اسلامی به همکاری با شیطان بزرگ اعتراف می کنند. اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها آیا نمیشه به این ایران به عنوان نیرویی که میشود با اون مشکلات را حل کرد نگاه کنیم تا خود این را مشکل بده؟ گر به قومی ملحدین روز موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. گر به قومی ملحدین روز موعدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ایم. یاری کفار زهر است ای مسلمان هوشدار، زهر می نوشی نمیدانی حماقت کرده ای. رساله حق منبر موحدین. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. بیننده های عزیز، از همکنون انشاءالله شماره تلفن ما زیرنویس خواهد شد. شما می توانید تماس بگیرید و در مورد موضوع برنامه که افغانستان و انقلاب ایران هست سوال و یا پرسشی یا گفتنی داشته باشید با ما در میان بگذارید. بیننده های
همکار تکنیکی ما لطف کنن شماره برنامه را زیرنویس بکنن. خب جناب مولانا انصاری، قسمی که قبلا اشاره کردیم در ولایات مختلف افغانستان از روز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی البته تجلیل به عمل آمده و تجلیل کردن. بعد از این صحبت هایی که شما کردین در مورد انقلاب ایران و درباره اعتقادات آقای خمینی و افکار آقای خمینی صحبت هایی داشتین و دستاوردهای انقلاب در منطقه، شما فقط جنگ و دربدری و اختلاف و انشقاق میان اهل سنت و اهل تشیع عنوان کردین. اینجا جا داره که شما گفتنیایی شاید داشته باشین برای آن عده مسلمانان اهل سنت افغانی که پیروزی چنین روز را تجلیل میکنن، شما برای اونها چی میگین؟ ببینیم وقتی که حضور اهل سنت و جماعت در این محافل و مجالسی که تجلیل از انقلاب ایران میشه چند جنبه داره. اول مسئله تغافل هست، غافل هستن اهل سنت و جماعت از فکر و مفکوره و عقیده و باور رهبر انقلاب آگاهی ندارن و نمیدانن. ظاهر قضیه رو میبینن که یک حرکتی در عالم ظاهر، یک حرکت اسلامی و بالاخره خیلی هم در عالم ظاهر خود دوست جلوه میدن و بالاخره در این راستا این شخص در امو غفلت مانده و ناگاه و بالاخره رفته در این جلسات و اینها نشسته، یعنی فریب یعنی شعارهای ظاهری خورده. و همچنین یک شخص هست که شاید بفهمه، واقف باشه، ولی فریب دنیا رو خورده از دنیا. چون رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت به دنیا که متوجه ساختن امت خور که من نمیترسم از اینکه یک شخص، یک امتم حتی برای دین دیگری غیر از اسلام مثل یهودیت و مسیحیت انتخاب بکنه، چون وقتی بره میفهمه و میدانه که این تحریف شده و باطله پس برمیگرده. اما میترسم از این که امتم فریفته دنیا بشه. پس عده دیگری شاید بفهمن که اینها عقیده اینا چیه، افکار اینا چیه، ولی به خاطر حب دنیا، به خاطر این دنیای فانی میاین همه ذلت و خاریر قبول میکنن، در این جلسات حضور پیدا میکنن. حتی خیلی از شما ببینیم علمای درباری و خودفروخته در این جلسات که شرکت میکنن اکثرا شما ببینیم سراینا پایین انداخته، فکر میکنن اینا کسی نمیبینه. اولا بخی ولو که هیچ کس نبینه، خدا هم نمیبینه. خدا نظاره‌گر نیه که با دشمنان الله سبحانه و تعالی و با دشمنان صحابه و دشمنان اهل بیت انسان بنشینه. پس دوم حب دنیا هست. پس اگر سوم هم مثلا اشاره کنیم، مسئله شاید بعضی از تهدیدهای دشمن بترسن. ما اگر حضور پیدا نکنیم شاید ما ترور بشیم، شاید ما کشته بشیم، شاید بالاخره، ولی از این غافلن که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یک ثانیه اجل پس پیش نمیشه. خیلی از کسانی در صحنه جنگ و جهاد و مبارزه شرکت کردن، سالها جنگیدن، زخمی شدن، مجروح شدن، ولی اجل نرسید، روی بستر افتادن و فوت کردن. پس قضیه ناآگاهی هست، قضیه حب دنیا و قدرت و چوکی و اینها، و همچنین قضیه‌ای که انسان‌های سست عقیده که سست باشه انسان میترسه، وحشت میکنه. برای مسلمان وقتی با خدا زندگی کنه، چی در زندان باشه، چی تهدید بشه، چی شهید بشه، به هر حال خیر مسلمان هست. این که رسول معظم اسلام فرمودن عجبا لامر المؤمن، ما تعجب میکنم به کار مؤمن، یا کار مؤمن انسان به تعجب میندازه. ان امره كله له خیر، تمام برنامه های یک شخص مسلمان خیره. این اصابته سرا شکر فکان خیر له، اگر بری از این نعمت رسید و بالاخره دنیا رسید از راه مشروع، قدرت رسید از راه مشروع، این چه کار میکنه؟ شکر میکنه، فکان خیر له. و این اصابته ضرا، اگر بری از این مشکلات رسید،
به خاطر عقیده به زندان رفت، به خاطر عقیده تهدید شد، به خاطر عقیده شکنجه شد، به خاطر عقیده تحقیر شد، به خاطر عقیده استهزا شد، به خاطر عقیده تمسخر شد، به خاطر عقیده فقیر شد، به خاطر عقیده ذلیل شد، به خاطر عقیده خلاصه بیخی در جامعه مورد تنفر قرار گرفت. این چه کار میکنه؟ فصبره، صبر میکنه فکان خیر له. پس این سه محور بود که یا غفلت و یا این که حب الدنیا و چوکی و قدرت و یا این که ضعف ایمان و عقیده و اینها. تشکر جناب مولانا انصاری. البته بیننده های زیادی پشت خط داریم، نمیخوایم از این بیشتر آنها را منتظر بگذاریم. به اجازه شما میریم طرف تماس بیننده ها. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز، کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ به نام خدا، به نام حضرت حق، بنده مستردین امینی هستم از افغانستان، از شهر هرات بستان. اسمتان بنده عزیز؟ از شهر هرات، از افغانستان، از شهر هرات. خوش آمد بنده عزیز. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما گفتنی دارید؟ سوالی اگر داشته باشید. من در رابطه با موضوع برنامه خواستم به کامل روشنی بندازم. مشروط بعد این که امروز در افغانستان بدبختانه در تمام ولایات، نه که ما البته یک ولایت، بله، در رابطه با این موضوعی که آخر امروز روز انقلاب در افغانستان، انقلاب در ایران شده، چی ربطی به مطلب افغانستان داره؟ امروز بدبختانه رهبران سیاسی ما، کسایی که در رأس قرار دارن، از این انقلاب چی استقبال میکنن، حتی در موافق از این شرکت میکنن. حتی کسایی که امروز ما با رأی خود اونا رو به قدرت رساندیم، وکیلای پارلمان ما، وکیلای شورای ولایتی ما، اصلا اینا خود از اینا، خود می دولت مردان ما فرهنگ سازی میکنن در داخل کشور. اینا کی هستن؟ اونها یک عده معدود هستن، کسایی هستن که با پول خریده شدن، کسایی هستن که اطلاعات ایران هستن، کسایی هستن که با خود این دولت جمهوری، اصلا واقعا من کشور اسلامی ایران، من کشور کاملا مسلمان به نام میدانم، کارهای کنه میکنم، اصلا مسلمان طایفه داخلی کار کردن میتونن فکر کنم، مثلا کارهایی که در حق مهاجرین ما میکنن، کسایی که کارهایی که در حق کسایی که بخوان وارد ایران بشن، با کسایی که داخل ایران میشن اونا کارا میکنن. حتی اولاد ما در اینجا نمیخونن که درس بخونن، اولاد ما در اینجا نمیخونن که تعلیم بدن، اولاد ما نمیخونن که در این در دانشگاه از ما تشکر بنده عزیز. تشکر. میم از این فرهنگ از استفاده میکنن داخل کشور خود به روز انقلاب از اون تجدید میکنه. دوام چی تجدیدی که کاملا اینا دشمنان ما هستن. ما میدونیم ما در افغانستان خود اگر آمریکا ما دیگه دشمن، اجازه بده شما، آمریکا در افغانستان ما دشمن دین ما هست، اما اینا دشمنان جان ما مردم هستند. هیچ کس از فرهنگسازی نمی‌کنه، عدد سیاست مردان ما بالاخره کار نمی‌کنه و تو میام از این روز از اینا تجدید میکنم. بله، تشکر بنده عزیز. سلام شدگان خدمت مولانا صاحب دارم. واقعا اینا رو یاد کردم، واقعا دنبال از اینا دلتنگ شدم، واقعا مطابق برنامه از اینا سعی میکنم 1 میلیون تدخل دیگه چیزا مداده بشه، دیگه استفاده نشه. زیاد بیشتر مولانا صاحب قلب ما هستم، قلب ما مردم هرات هستم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر بنده عزیز از لطفتان، تشکر از تماستان. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. بنده عزیز کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ عبدالحمید هستم از استان بلوچستان. بفرمایید. خوش آمدید بنده عزیز. خوش آمدید. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما چه گفتنی سوالی دارید؟ ببخشید، این ایران بود که با آمریکا کمک میکرد افغانستان، ملت افغان مظلوم درد شد، درد آورد. بله بله بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. الو. بله بله، وصال حق برنامه قلب آسیا. بفرمایید بنده عزیز کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ من از تهران تماس گرفتم، با آقای انصاری دادشم. آقای انصاری صدای شما را میشنوه و صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما. مثل که تماسشان قطع شد. بله، سلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز، کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ اسم از ایران زنگ زدم. علیکم سلام صاحب جبر رحمان. بعد درباره ایران. الو. بله بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. ایران که هیچ وقت ما هیچ وقت چیز خوبی گفت. بله پشت میدیم ما شما درباره همین مهاجرین، ما شما هر موقع پشت میدیم. میدونیه که یک روز باشه یا چیز باشه، همین خود ما تازگی از ایران که آمدیم سر مرز طایبات اینجوگان پول میگیره، نوشته پول باجگیری. ما اونجا خود اینا سر صدا کردم، جنجال کردم، خود از اینا گفتم این پول چیه که بگیری؟ میگه اونجا بخون که سگو پول چیه که شما میگیریم؟ نوشته که پول باج، باید تو پول باج به زور باید پول بدی. ما خود از اینا جنجال کردیم، سر صدا کردیم، حتی ما رو نگام بدیشتم اونجا. ما گفتک پس شما رو برمیگردونم میباریم به اردوگاه میباریم اگه خیلی زیاد حرف بزنی. کجای اینا اسلام، اسم از اینا اسلامه. اینا مسلمان سر کار نداره. اینا خدا اینا اگر هدایت کنه، اگر نیه خداوند اینا نیست نابود کنه. من تشکر بنده عزیز از تماستان. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. الو سلام. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً خود معرفی کنید بنده عزیز. محمد بشیر هستم از ولایت تخار. خوش آمدید محمد بشیر جان. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما سوال و یا گفتنی دارید؟ احترامات به جناب مولوی صاحب به خودتان تقدیم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از تماستان. بفرمایید. سلامت باشی. ما مولوی صاحب بازم احترام تقدیم میکنم. بعد از احترام ما یکی از مهاجرین هستم که ایران رفت آمد میکنم، از نگاه اقتصادی همونجا کار میکنم و یک وقت میایم افغانستان، یک وقت میریم ایران. بله. ما در یک ساختمان نگهبان بودم با یک ایرانی تقریبا 1.5 سال. لطفا سوالتون مختصر، اگر سوال دارید مختصر. بله با ایرانی با یک برقکار برفی استونی و شویه شد. این که من سواد نداشتم، این آقا مثلا صنف 12 را خوانده بود و برقکار بود، به حساب علی و ابوبکر و عثمان و چی. بعد این آقا به من گفت که چیز است، ما میدونیم که مثلا عثمان و ابوبکر و اینا بودن مثلا در سیف اسلام بودن، ولی در امی وقت حضرت محمد که وقتی که از دنیا رفت عدالت نشد. عدالت به خاطر از این نشد که همین مقامی را که به ابوبکر داد حقی علی بود، باید اینا به علی میداد. دیگه ما حضرت عثمان را قبول داریم که قرآن توسط جزو جمع آوری شده و این شده و شده و بعد نگفتم من که معلومات زیادی ندارم ولی با تو باز هم نمی کنم، منطقه عقیده بر دین شما من ندارم. این که تفسیرهای مولوی صاحب زیاد گوش میکنم، حالا موارد دارم روشن کردم که مولوی صاحب سخنرانی میکنه، زیاد خوش شدم، بس شماره تان گرفتم زنگ زدم. تشکر از تماستان بنده عزیز، تشکر از شما. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز خود را معرفی کنید. غلام فاروق هستم از افغانستان، شما را زحمت دادم. خوش آمدید بنده عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم استاد بزرگوار، شما ببینید این حکومت ایران مثلا از امام خمینی که جناب مولانا صاحب محترم بیشتر گفتن، اینا به صحابه کرام ها توهین میکنن و ملت افغانستان چگونه چیزی را روادار میکنن. اما ما از خود افغانهای ما هستیم، مثلا والی هرات که دیروز به تجلیل کردن یا پریروز بود، والی هرات از اونا تشکر میکنه و میگه که ما حکومت ایران با ما تاثیرات مثبتی داره که یا کارهای انقلاب اسلامی وقتی اونا با صحابه کرام توهین میکنن، چگونه با ما
توهین نکنن و ما را آزار اذیت کنن و افراد ما را شهید نکنن. اما بالعکس ما خودمون میریم از اونا تشکری کنیم به همین که هموطنای ما رو میزنن شهید میکنن به سر مرز و هر نقطه. باز هم ما تشکر کنیم جای گلایه ما از خود افغانایی که چرا علت به کجایی که این کار میکنن. جناب مولانا صاحب هم سلام برای میرسونم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از مستان بین از خدا حافظتان. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خود معرفی کنید بنده عزیز. خسته نباشین آقای انصاری، حال شما خوبه؟ سلامت و زنده باشید. بفرمایید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون از وسال حق. خواهش میکنم. تشکر از شما. آقای انصاری بیشتر به ما. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز خودم معرفی کنید. محمد صادق هستم از شهر غزنی به تماس هستم. خوش آمدید محمد صادق جان. بفرمایید. لطفا صدای تلویزیونتان را ببندید. از جناب بله بفرمایید. جناب حاریس محترم یک سوال داشتیم. بفرمایید. یکی از آخوندهای ایرانی کلیپش ما دیدیم میگفت که امام رضا از مرتبهش از پیغمبر بالاتر است. آیا اگر کسی به این عقیده باشه این مسلمان است یا از اسلام خارج میشه؟ بله سوالتون نگرفتیم. سوال دیگه هم دارین؟ بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ زنده باشین، سلامت باشین. سلامت و زنده باشین. از ایران تماس گرفتیم. عبداللطیف هستیم. خوش آمدید بنده عزیز. بفرمایید. از مولوی صاحب سوال داشتن در رابطه با مهاجرت به ایران که فعلا ما زندگی میکنیم. بله بفرمایید. گفتم که از ایران تماس میگیریم. یک سوال داریم در رابطه با مهاجرت که زندگی میکنیم به ایران. بفرمایید بنده عزیز. بفرمایید. علی سنت هم هستیم. گفتیم جماعت قضا میشه، نمازها قضا میشه. چی رقم دسترسی به افغانستان نداریم. مشکلات. بله. بله. گرفتیم سوالتون بنده عزیز. گفتیم که سوالتون نگرفتیم. سوال داشتیم که ببینیم که مولوی صاحب. تشکر خدا حافظ. تشکر از شما. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ از ایران. بله اسمتان؟ از ایران. اسمتان؟ عبدالعلی. بله سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. حالتون خوبه؟ سلامت و زنده باشید. لطفا خود معرفی کنید. من سلام عرض میکنم خدمت آقای انصاری. من چند از ایران زنگ میزنم. چند موضوع خاصه خدمت چه عرض کنم. بله بفرمایید. اولا آقای انصاری من سوال از شما اینه که بیشتری مثال برمیگرده به عدم آگاهی اهل سنان که واقعا مطالعه ندارن. یک. دو مسئله دومی که خود شیعیان که میان برای اصحاب پیامبر نمیشه شما نگاه کن از قش بی سوادن یعنی. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بنده عزیز خود معرفی کنید لطفا. بله محمد فاروق از هندوستان. خوش آمدید بنده عزیز. بفرمایید. عزیز من هر روز ببینم که هزاران افغانیان در مرز ایران و افغانستان کشته میشوند، قتل کرده میشوند به نام قاچاقچی. حکومت افغانستان باید چیزی بکنند در این موضوع، درسته یا نه؟ بله بفرمایید.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خود معرفی کنید بنده عزیز. من محمدی هستم از ایران تماس میگیرم. بلندتر صحبت کنید لطفا. آیا اینطوری؟ بله آیا که محمدی هستم از ایران تماس میگیرم. بفرمایید بنده عزیز. دیگه نمیشه به جای ایران از هم صحبت کنیم که این همه طالبان مجهز میکنه، افغانیان رو میکشه که شما از عربستان نمیگید. بنده عزیز صدایتان واضح نیست. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز خود معرفی کنید لطفا. این هستم از ولایت غزنی، با شما هم کلام می‌شنوم. خوش آمدید بنده عزیز، بفرمایید. تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد گرامی تان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادری عزیز، من میخواستم درباره ایران صحبت کنم. من خودم 9 سال در اونجا وقت سپری کردم. بله بفرمایید. مختصر لطفا. این برادرای این کلا مشکلاتی که ما داریم از خود ما شما هستم. شما مشکلاتی رو در مرز سپری منیم، افغانیای ما در مرز حق اونا کشته میشن و اینجا به خاطری که خمینی رهبر ایران در کتابهاشون هم هسته که با مادرمون چه فوشایی چه چیزایی نوشته کردن. بعدم افغانیای ما اینجا در افغانستان از خمینی روز 22 بهمن را تجلیل میکنن. این کلا مشکلات برمیگرده به خود ما افغان ها که آدمای ما این چیزها رو برای مردم ما آگاهی نمیدهند. بله. کلا تقصیرات الان نگاه کنید اینجا در بعضی مناطق قبلا از صیغه و چیزای هیچ خبری نبود. الان دفترهای صیغه در بعضی مناطق میره، دفترهای صیغه این فعالیتی ایران است که برای افغانیا انجام داده. در افغانستان غیر از این مشکلات های زیادی از لحاظی کتاب‌ها همچین چیزای زیادی چیز کردن. الان در بعضی مناطق بیری دفترهای صیغه موجود است، اسمش هم دادن، تابلوش هم روشن نوشته است همچین. بله. بله گرفتیم نظر شما را بنده عزیز، تشکر از تماستان. بله سلام علیکم و رحمت الله. آقا سلام، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. لطفا خود معرفی کنید بنده عزیز. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز خودم معرفی کنید لطفا. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودم معرفی کنید بنده عزیز. ما عبدالصمد هستیم، از ایران تماس میگیریم. خوش آمدید عبدالصمد جان، بفرمایید. عرض سلام و ادب داریم خدمت مولای صاحب مجیب الرحمن، خدمت شما میگیم میشی توانای برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید لطفتان است. ما از ایران صحبت میکنیم. البته در موضوع برنامه تانی برمیخوره با امید رهبرای خود فروخته خودی افغانستان. این حالی که در افغانستان به سر ملت افغانستان آوردن، از همین تقصیر این رهبرای خود فروخته است. اینا به این حال ما گله از کشورهای همسایه نداریم. این خود اینا که خودشان فروختن به خاطر مال دنیا این ملت به این بدبختی کشیدن. اینا باز خودشان هم میگه ما غیرت داریم، افغان هستیم. شما هیچ غیرت نداریم. بو این کار این رهبرای افغانستان که به این حال ملت افغانستان جواناش همه مخش شستشو کردن در این کشورها همه جا به بدبختی کشیدن اینا. بله. سلام زیاد به مولوی صاحب میرسانی که واقعا ما به این عالم بزرگوار افتخار میکنیم. باعث افتخاری همه ملت اسلام است که واقعا که آگاه ساخته جوانای افغانستان در این موقعی. تشکر از شما بیننده عزیز، تشکر از تماستان، تشکر از لطفتان. خداحافظ شما. خدا. خب سلام مولانا مجیب الرحمن انصاری، وقت برنامه هم رو به پایان هست. بیننده های زیادی پشت خط هست. از تمام بیننده هایی که تماس گرفتن تشکر میکنیم و از بیننده هایی که نمیتونیم تماسشان را پاسخ بگوییم چون وقت برنامه رو به پایان هست، وقت ما کم مانده، از ایشان معذرت میخوایم و امیدواریم که معذرت ما را بپذیرند.
این طرف شما. من هم تشکری میکنم از همه عزیزا و دوستانی که تماس گرفتن. سوال خاص عزیزا نداشتن، بیشتر دوستا و عزیزا تشکری داشتن. الله سبحانه و تعالی همه عزیزان ما در هر گوشه ای از دنیا که هستند، چی در افغانستان، چی در ایران، در هر منطقه‌ای که قرار دارن و در هر شهر و دیاری که قرار دارن، الله سبحانه و تعالی همه امت اسلامی و همه عزیزان خواهر و برادر را در حفظ و حمایه خود داشته باشد. دوست عزیز ما که یعنی ابتدا اونها در برنامه تماس گرفتن از شهر هرات، بسیار نکته جالب اشاره کردن. گفتن تو وکیلی که ما به تو رأی دادیم، یعنی از رأی ما رفتی به شورای ولایتی، از رأی ما رفتی بالاخره به پارلمان، از رأی ما رفتی رئیس جمهور شدی و بالاخره به قدرت رسیدی، به فلان چوکی و فلان چوکی قرار گرفتی. امروزه دیگه نکن دیگه که با دشمنان صحابه بنشینی. در حقیقت خیانت به ملت و خیانت به دین و به اسلام و قرآن نمودید. من میخوام همین نکته برای مسئولینی که هیچ توجه نمیکنن، چشم و گوش و هوش و فکر اونها فقط هم و غم اونها دنیا شده، دنیا و دنیا. کمی فکر کنید، کمی بر عقیده خود هم فکر کنید، با آخرت خود هم فکر داشته باشید. به این اشخاصی که رفتن پای صندوقای رأی به خاطر رأی دادن به تو مسلمان ناگاه، انگشت خور از دست دادن، جان خور از دست دادن، اعضای بدن خور از دست دادن که تو به چوکی قدرت برسی، به خاطر چی؟ ملت شهید پرور به تو رأی داده تا بری از دین و عقیده دفاع کنی، نه این که بری در کنار دشمنان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که به عایشه و به ابوبکر و عمر و عثمان و به معاویه و به اینها توهین میکنه، بری در کنار اونها دست دوستی بدی. خدا از تو یقینا و یقینا در حشر پرسان خواهد کرد. دوستای دیگری که شکایات داشتن از برخوردی که انقلاب ایران که ما شما بحث ما هست برخورد میکنن با چی روش و تحقیرها و اینها و از مسئولین یاد کردن. و همچنین او دوست عزیز ما که گفت یکی از آخوندهای ایران گفته که مرتبه امام رضا بالاتر از مرتبه پیامبر هست. خب این عقیده اهل تشیع هست، عقیده همون گروهی که دارای همین عقیده باشن. این عقیده اونهاست، به خود اینا ربط داره و ارتباط داره. اما اگر سنی دارای چنین عقیده باشه، از نظر دین مبین اسلام کافر هست، چون مقام پیامبری مقامیه که الله سبحانه و تعالی فقط میده. مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی بیای حرف شخص دیگری از حرف رسول الله بالاتر بدانه، قویتر بدانه، جایگاه و منزلت بالاتر و قویتر بدانه، از نظر اهل سنت و جماعت از دایره اسلام خارج میشه. دوست دیگر ما که پرسان کردن که ما از مهاجرین در ایران هستیم و در افغانستان هم نمیتونیم بریم، دسترسی به جماعت نداریم، چی باید کرد؟ اولا چرا در وطن خود رفته نمیتوانید؟ خب شاید مشکلاتی که داشتید و نمیتوانید، میتونید کشور دیگری رو انتخاب بکنید. اگر باز هم برای تو هیچ راهی نیست در همون جا، فقط در داخل خانه خود ببینید. بینندگان عزیز و گرامی، این مسلمان هست، این در زیر پرچم انقلاب زندگی میکنه، میگه من در وطن خود هم رفتن نمیتونم و برای من او شرایط میسر نیه، نماز جماعت چگونه به من میسر نیه، چی مشکلاته و این چگونه حل بشه؟ این حرف یک مهاجر افغان هست، حرف یک اهل سنت، حرف یک نفر هست. اما شما بریم از تک تک شاید از عزیزا پرسان کنیم دارای چنین مشکلی باشه. پس تو برادر عزیز و گرامی، در داخل خانه خود شرایط چنین آمده بر سر تو، الله سبحانه و تعالی روزی وطن عزیز ما در امن و امنیت قرار بده که همه برگردیم به کشور عزیز خود افغانستان. فقط در خانه خود با اهل و عیال و خانواده خود و فرزندان خود نماز کوشش بکن که در جماعت ادا کنی. دوستان دیگری هم تشکری داشتن و همچنین دوست عزیز ما که محمد فاروق از هندوستان تماس گرفتن که
قتلایی که در نوار مرزها میشه و باز اونا به نام قاچاقچی معرفی میکنن، چیز واضح و مسلمیه دیگه. چه کار باید اعلان بکنن که ما سنی میکشیم؟ اعلان بکنن که ما پیروان ابوبکر و عمر و عثمان رو میکشیم؟ خب این چنین اعلانی که نمیشه. فرزندان مسلمان ها وقتی شهید میکنن، وقتی کشته میشن، مجبورن که به این اعلان بدن که ها قاچاق میبردن، اینها بالاخره قاچاقچی ها بودن، دیگه حرفی ندارن. وقتی اینم من و تو سنی و تو میشنویم احساس میکنیم که ها این کلانی حرف دقیق بوده و راست بوده و اینا قاچاقچی بودن و اینا تخلف کردن و بالاخره در این راستا. این بود به طور خلاصه و فشرده سوالایی که عزیزان بودن. تشکر جناب مولانا انصاری. البته بیننده دیگه ما از غزنی گفتن مشکل علمای ماست که چنین حقایق را برای ما نگفتن تا حال، که آقای خمینی در مورد اصحاب پیامبر یا در مورد خانم دوست داشتنی پیامبر حضرت عایشه رضی الله عنها چگونه عقیده و چگونه نظریه داشتن. خب علمای ما هم شاید اکثرا کتب چنین کتبی که ما میگیم مثلا یا کشف الاسرار خمینی یا بالاخره طهارت خمینی یا بالاخره الحکمت الاسلامی خمینی یا کتاب‌های دیگری، خب علمای ما شاید اینا رو به دسترس نداشتن، شاید به فکر همین نشدن که همینا رو تحقیق کنن، مطالعه کنن. فکر علمای ما یعنی فکر وحدت بوده و وحدت هست، ولی میبینیم که سر و صدا از گوشه و کنار که بلند میشه و یک شخصی که تقدسیت یا مقام والای به نزد خود اینا داره میخوان ایر بر فکر و مفکوری ما هم بقبولانن، ما مجبوریم که بیان کنیم که نه، سنی متوجه باش، این عقیده تو، این فکر تو و این اندیشه توست. البته بیننده آخر ما عبدالصمد جان از ایران گفتن رهبرای خودفروخته ما را در چنین مشکلات دچار کردن. من میخوام که چون در لحظات پایانی برنامه هم قرار داریم یک اشاره مختصر ارتباط به ولا و برا داشته باشم. برای همه تعلق میگیره، چی رهبران اهل سنتن، چی علمای اهل سنتن، چی تجار اهل سنتن، چی کارگر اهل سنتن، چی بازاری اهل سنتن، برای همه مسئله ولا و برا. یعنی چی؟ یعنی محبت، دوستی و دشمنی به خاطر خدا. من چند آیه مختصرا فقط آیات اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید قد کان لکم اسوة حسنه. وقتی از تو مسلمان پرسان بشه، از تو اهل سنت و جماعت پرسان بشه ملت از کی داری؟ میگه ملت از ابراهیم خلیل الله. خب ابراهیم خلیل الله برای تو بهترین اسوه هست. بهترین اسوه ابراهیم خلیل الله چه کار میکنه؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ابراهیم علیه السلام برای شما وقتی سرمشقه الگویه که برای قوم خود چی میگه؟ برای قومش این میگه که ما از شما و از آنچه که به جای خدا شما یعنی غیر خدا را شما میپرستید بری و بیزارم. ابراهیم علیه السلام میگه من از مشرکین بیزارم، من از اشخاصی که اونها غیر خدا را عبادت کنن از اونها بیزارم. و بعد حضرت ابراهیم این شرط رو میگذاره، میگه با شما بغض دارم، دشمنی دارم تا اینکه تؤمنوا بالله وحده. وقتی خدای واحد را پرستش کردید با شما دوست میشم. این مسئله ولا و برا هست. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. شما یهود و نصارا رو برای خود دوست نگیرید. به خاطر چی؟ به خاطر که بغض و دوستی خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. یهود میگه عزیر ابن الله، مسیح میگه مسیح ابن الله. شما باید با اینها بغض داشته باشید. همچنین آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم. شما نگیرید دشمنان مرا و دشمنان خویش را به عنوان دوست و به اینها. ببینید چقدر نکته مهمه. الله سبحانه و تعالی متوجه میسازه. و همچنین آیه قرآن وقتی میگه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، با کفار سختگیر باشید. مسئله ولا و برا خیلی مهمه.
تو کسی که میخوای به جلسه اهل بدعت شرکت کنی، به جلسه مشرکین شرکت کنی و بالاخره میخوای از یک برنامه تجلیل کنی، لحظه فکر بکن که رفتن در اینجا آیا رضایت الله هست؟ آیا رضایت الله هست؟ امروز چقدر در افغانستان بعضی انسان ها بر اینا قدرت داده نشده سر و صدا میکنن. چرا 6 ماه قبل، 1 سال قبل، 4 سال قبل سر و صدا نداشتی؟ امروز میبینیم سر و صدا داره که چرا در حکومت درست نیه، عدالت نیه و نظام. چرا سر و صدا؟ دیروز قدرت داشتی هیچ سر و صدا نداشتی، امروز که تو رو حذف کردن سر و صدا داری. آیا یک روز شده سر و صدا کنی به خاطر دفاع از دین و اسلام و قرآن؟ مسئله ولا و برا مشخص میکنه. ما در دنیا میگه یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی؟ هم سوچه راه خور مشخص کن. وقتی راه مشخص نباشه خیلی خطرناکه. کافر هم از تو راضی بشه، مسلمان هم از تو راضی بشه، این دیگه بسیار وضعیت خطرناکی میگیره. قرآن عظیم الشان آیات زیاده در این باره هست که وقت و فرصت نداریم که بیان بکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. مناسب نیه قومی که کسی که به روز قیامت ایمان داشته باشه، لا تجد، تو نمیابی قومی که یؤمنون بالله والیوم الاخر که چه کار باشه؟ یوادون من حاد الله، بیای دوست بگیره دشمنان الله. هر انسانی که دشمنان الله برای خود دوست بگیره ای به روز قیامت ایمان نداره. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، ولو کسی که دشمن الله هست، ولو که پدر شما باشه، ولو که برادر شما باشه، ولو که بالاخره هر کس که میخواد باشه. دوست شما کی هست؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا بالله و یقیمون. دوست شما الله هست، ولی شما خدا و پیامبر هست، مؤمنین هست. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. همه این آیات مسئله ولا و برا، یعنی چی؟ دوستی و دشمنی به خاطر الله سبحانه تعالی. ببینیم الله سبحانه تعالی چی میفرمایه برای از این اشخاصی که هم ماین کافر راضی بشه هم ماین مسلمان راضی بشه. میگه بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، مژده و بشارت بده به این منافقین الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. آمدن کفار دوست گرفتن غیر از مؤمنین، مؤمنین رها کردن، کفار را آمدن که از خود راضی کنن. ادامه میفرمایه که ایبتغون عندهم العزه، آیا عزت میخواهید؟ آمریکا عزت نمیده، یهود و نصارا عزت نمیده، کافر عزت نمیده. ایبتغون عندهم العزه، آیا میخوای عزیز بشی؟ میفهمی عزت کجا هست؟ الله سبحانه تعالی در ادامه بیان میکنه فان العزه لله جمیعا، عزت از آن خداست و نزد خداست، به خدا وصل شو، خدا برای تو عزت میده. این آیات زیاد هست. پس هر انسانی که مسئله ولا و برار مد نظر داشته باشه، هر عزیزی که بخواه کافر و مسلمان از او راضی بشه، عواقب خطرناک داره، منافق میشه. و ان المنافقین فی الدرک الاسفل. الله سبحانه تعالی برای ما توفیق بده که مسئله ولا و برار مد نظر داشته باشیم. دوستی و دشمنی ما همه به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. و این برنامه هم که فقط انتخاب شد به خاطر بیداری اهل سنت و جماعت، به خاطر بیداری اهل سنت و جماعت. خدای تبارک و تعالی شیعایی که واقعا از اهل بیت پیروی میکنن، الله سبحانه و تعالی اونا را حفظ بفرمایه. و اهل سنتی هم که در حقیقت پیرو قرآن و سنت هستن، الله سبحانه و تعالی حفظ بفرمایه. و خدای تبارک و تعالی شیعه و سنی که بیاین ضربه بر امت اسلامی و پیکر امت اسلامی بزنن، الله سبحانه و تعالی هدایت کنه. و اگر قابل هدایت نیستن اونها از صفحه روزگار برداره و اونها محو و نابود بگردانه. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. الله سبحانه و تعالی در کشور عزیز ما افغانستان یک امنیت سرتاسری و در تمام کشورها یک امنیت سرتاسری عنایت بفرمایه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما جناب مولانا انصاری که لحظات گرانبهای از وقتتون رو خدمت ما و بیننده های عزیز ما قرار دادین. همچنین بیننده های عزیز از شما نیز تشکر میکنم و سپاسگزار هستم که تا این لحظات ما را تحمل کردید. همه شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.